دامنو سوالهای مهم درباره فدیه رمضان. فدیه رمضان رو 2 روز پیش دادیم به اویلایی که آنها معیوب هستند، اما انیق نمیدانیم که آنها اهل نماز هستند یا نه. فدیه یا که فطر؟ فطر بعض روزه علما رش باشد. بله، اینجا خطا نوشته کردن. فطر روزه 2 روز پیش دادم. به هر حال برادرها، فدیه هم باشد هم فطر هم باشد، حرکت کنید به این احکام شریعت اصلا برای مسلمان ها هست و کسی که مثلا نماز نمیخواند وی مسلمان نیست هم تو گریدگر، یعنی که وی مسلمانی رعایت نکرد ساده است. اگر دعوا قطعی نمیشد برادرها، هم تو گویید که من مسلمان، گویید اون یگان کاری اسلام نکنید، هیچ خیلی خب مسلمانی خیلی نیست پرسند یا مثلا. نپرسند، داملو همین انیق کنید. اگر رفته پرسند که شما آیا نمازخوان هستید یا نه، چون که گفتند که نمیدانیم نمازخوان هستند یا نه. انیخ چیکار پیش کنند؟ از آدم اینو بعدی دادن نمیپرسد، پیش از باب العلمی قبل القول والعمل، باب در این باره که علم پیش از قول و پیش از عمل. اگر رفتود به ناحق جا رفته که باشد، از دیگه میتیاد قایدش. مثلا فرض کردیم که زکات شما نادرست جا دادید، مثلا یک کافر بداده، کافر به زکات داده نمیشد. خب چه کار کنه؟ و گریف برفت مثلا از نوته گفته میشه. بنابراین نادرست جا رفته که باشد از نو میتید. این جزای آن آدمی که بی علم عمل میکند. یعنی فدیه را کسی ناجا داده باشد و از فهمید که نو وی میدید. نمازخوان نیست، اثری نو دهد. دیگر والله اعلم. دیگر درست شد. یعنی خب با یگان کس نگوید، یگان طالب علم که نه این مسئله ده با دیگه قولا هست، درست هست و قول است. من در نزد الله تعالی همینش جواب میتیم.